قضیه‌های اخیر جهان عرب تمام سیاستمداران، محققان و کارشناسان کشورهای عالم را به تفاوت نگذاشته و تحلیل و بررسی آن پرداخته‌اند. خبرگزاری رسمی ریا نوستی میز گردی را تحت عنوان اسلام در سیاست، ایدئولوژی یا مصلحت‌گرایی برگزار نمود. گفته می شود این نشست اختصاصی بوده در پی چاپی به همین نام گزارش بین المللی کلوب مصلحت‌گرایی والدی تقدیم نموده است. واقعه‌های بهار عرب منجر به تحولات جدی فضای اجتماعی سیاسی گشته است. در عرصه سیاسی سازمان‌های و احزاب اسلامی روی صحنه آمدند. حادثه‌های مصر ادامه دیگرگونی‌ها در ممالک شرقی عرب، حد اعتبار اسلامی ها، مشکلات برخوردی اسلامی ها روی قدرت آمده، چگونگی حل آن و تأثیر حوادث مصر به حزب های اسلامی کشورهای دیگر از موضوع اصلی میز مدور بود. در نشست شخصیت های شناخته روسیه در مسائل سیاست جهانی، فرهنگ سیاسی بین المللی، محققان و شرقشناسان شرکت نموده اندیشه‌رانی کردند. در رابطه با گزارش میز گرد و دورنمای آن ما توانستیم با ویتالی ناومکین راهبر دانشگاه شرقشناسی اکادمی علوم روسیه هم صحبت شویم. Наумбурда гуфт. Очень интересная конференция, которая показала, что российская группа организаторов РИА Новости, Институт Востоковедения сумели провести конференцию, на которой мы собрали представителей конфликтующих между собой сил. Понимаете, это и были представители братьев-мусульман, и салафитов, и, так сказать, даже некоторых более радикальных организаций, Хамас, Хизбалла, были представители Ирана, были представители светских кругов, представители Соединенных Штатов, Англии, Франции, Германии, наши ученые, около 100 человек. И было такое очень подробное, детальное обсуждение проблемы, связанной с политическим исламом, и ролью в политике, как он относится к политике, в чем, так сказать, суть вот того взлета политического ислама, который мы наблюдали в течение всех событий, связанных с арабской весной, вплоть до вот нынешнего, так сказать, регресса, нынешнего падения братьев-мусульман в Египте. И вот сегодняшняя конференция, она как раз показала, что эта тема очень актуальна, ее нужно обсуждать и можно обсуждать, и что наши эксперты, они сегодня очень высоко ценятся в мире, потому что вот такую конференцию никто больше, кроме нас, не сумел собрать. کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که حادثه‌های دولت مصر و تحولات آن نهایت پیچیده و دامنه‌دار میباشد. به عقیده آنها عصر 21 که در آن قرار داریم نمیتوان از راه زوراوری و جنگ و کشتار مسائل را حل و فصل نمود و راه یگانه همان جاده مصلحت آمیز و مشورت و گفتگوی منطقی است. اما این خود معمایی است که گذشت زمان آن را بازگشایی خواهد نمود. خداداد زاکری برای خبر. لایحه کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان 20 آگوست از طرف گروه هماهنگسازان این اتحاد با درآوردن تغییرات و الهه‌های نهایی قبول و در واسطه‌های اخبار عامه نشر شد. در این باره رحمت الله زایروف رهبر حزب سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان و عضو این اتحاد خبر داد و گفتی وی در نظر است متن کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان در جلسه نوبتی اتحاد که روز شنبه 24 آگوست در قرارگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار می‌گردد و امضا خواهد رسید. این سند دو صفحه‌ای که از جانب احزاب مختلف و سازمان‌های اعضای این اتحاد انشا شده است، بنابر مقدمه آن باید محوری برنامه انتخاباتی نامزد یگانه قرار گرفته در صورت انتخاب شدن نامزد مخالفین به منصب پرزیدنتی پررا عملی گردد. پیش از همه در این کانسپسیا اصلاحات کنستیتوسیونی را در بر میگیرد. دیگرگونی ها در ساختارهای دولتی اینجا پیشنهاد شده است. عدالت اجتماعی همچنین یک پونکت بسیار مهم اینجا بررسی شد. در مسئله خود انتخابات آینده پرزیدنت بحث و مناظره ها شد و من باید بگویم که این به مذاکره عموم باز گذاشته می شود، یعنی که در سایت ها در فیسبوک گذاشته می شود و روز شنبه جمع می شوند متخصصان، اکسپرت ها، اعضای این ائتلاف باز یک بار دیگر محاکمه می کنند و قبول می شود. در قسمت برنامه عملی سند مذکور از جمله آمده است که نامزد در دوام 2 سال
اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون را به استفاده داده نظام اندازبندی و باشستانی و سیاست دولتی مهاجرت را از نو دیده براید. در برابر این پول سهمیه هایی که از جانب دولت و بانک ها از اهالی گرفته شده‌اند و مردم برگرداند و از پلکی کردن راه ها به تامین راه های الटरनेटिव्ی قاطعانه دست کشد. همچنین در این سند اصلاحات کنستیتوسیونی پیش بینی شده است که مهلت پرزیدنتی به 2 ساله محدود شده تقسیم صلاحیت های اداره دولت بین پرزیدنت، سروزیر و پارلمان عملی شود. نامزد یگانه باید پارلمان یک پرتگی تأسیس داده انتخاب 90 وکیل مردمی و 60 وکیل از روی خط حزب ها را تامین سازد و انتخابی شدن رئیسان ولایت، شهر و ناحیه و جماعت ها را تامین نماید. درخت نمادی سیکوایی که 1 سال قبل با تمام شکوه شهامتی خاص که در نزد وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با اشاره به رمزی درازعمری و پایندگی دولت شناخته شده بود، با سبب‌های نامعلوم خشک شده است. سیکوای یکی از درخت‌هایی میباشد که طول بزرگشویش شاخه‌های خود را تا 10-12 متر برطرف پهن میکند. درختی اعظم و کهن‌ترین سیکوایی تا 3,500 سال عمر دیده است. بلندی میانه این درخت تا 60 متر بوده، یک قسمت آن تا 105 متر بلندی داشته است. تا امروز بلندترین درخت سیکوایی در سان فرانسیسکو بوده است که بلندی آن بیش از 115 متر می باشد. در جهانی نمودی درختان خیلی رنگارنگ حیات به سر میبرند. درختان سیکوایی هستند که نه آنقدر بلندند اما قفسی آنها خیلی بزرگ است. مثلا درخت گنرال شرمن بلندی آن بیش از 83 متر می باشد. درازی شاخهای آن به طور عموم 31 متر است. حجم عمومی این درخت به 1487 متر کوبی برابر می باشد. اما باعث تأسف است که چنین درخت خیلی عجیب در جمهوری تاجیکستان با تمام این بزرگی‌ها و جوانیش عمر کوتاه دیده است. شاید به این قضیه هم اگنتی فساد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی شده آن را به طرف رفت بدهد. خداوند عمر جوانان تاجیک را دراز کند و تمام مردم شریف این کشور را در پناهش نگاه دارد. درخت‌ها را باز چندین بار میشنند و میسبزند. بنابر گزارش رسانه‌های عرب زبان، ظرف 24 ساعتی گذشته بیش از 650 نفر بر اثر حمله شیمیایی در منطقه قوطه شرقی حمید دمشق کشته شده اند. با گفت رسانه‌ها، طی 24 ساعت گذشته نیروهای حکومتی برای زیر تصرف خود قرار دادند این شهرک را مورد حمله‌های زمینی و هوایی شدید قرار داده و از گازهای اشک‌آور و زهرآگین نیز برای کشتن و از بین بردن مخالفان و ساکنان منطقه استفاده کرده اند. منابع مذکور اطلاع داده‌اند که صدها تن از ساکنان ملکی این منطقه از جمله زنان و کودکان قربانی این حادثه مدهش گردیدند و حکومت بشار اسد را در این حادثه گناهکار اساسی عنوان کرده اند. مخالفان حکومت کنونی سوریه هم نظام بشار اسد را گناهکار اساسی این حادثه نام برده اعلان کرده اند که به غیر از کشته شدگان تعداد زیاد نیز زهرآلود شده اند که عین زمان در بیمارخانه ها بستری شده اند. این در حال است که خبرگزاری رسمی سنا این اتهامات را رد کرده گفته است که این یک نوع فضاسازی برای رهگم کردن بازرسان سازمان ملل متحد است که در حال حاضر برای گذرانیدن تحقیقات ویژه برای استفاده سلاح‌های شیمیایی در سوریه قرار دارند. همزمان یک منبع پزشکی به خبرگزاری العربیه گفته است که جسد 200 نفر را با چشم خود دیده است، ولی تا حال مشخص نکرده اند که از کدام نوع گاز زهرآگین استفاده شده است. در همین حال بعضی رسانه‌های سوریگی گفته اند که تعداد قربانی‌های این حمله در حال افزایش است و شمار کشته شدگان آن به 1228 نفر رسیده است.